آیا لفظ مولا به امامت دلالت دارد؟ اگر اینها میگویند که در عید قدیر پیامبر دست حضرت علی رو که بالا گرفتن فرمودن که ایشون دوست منه، شما هم به علی رو دوست داشته باشید، فرمودن که اینها بگوین فرض این که پیامبر چنین هم گفته باشن، کدوم یکی دیگه از صحابه رو پیامبر یک جا این لفظ رو براشون به کار بردن و این نکته رو گفتن؟ در این رابطه نکته بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در رابطه با این قضیه که آیا نبی گرامی نسبت به صحابه گفته یا نگفته، به این شکل به هیچ وجه ما نداریم. فقط این آقایان یک روایت ضعیفی رو بیارن که البته ما به نظرمون جعلیست، در رابطه با زید بن حارثه هست. بله. که در صحیح بخاری در چند جاست که انت اخونا و مولانا. بله. خود بدرالدین عینی میگه زید بن حارثه عبدی بوده، نمیدونم کی گرفت به پیغمبر بخشید، و این در حقیقت عبد و مولا و غلام نبی مکرم بود. اصلا اونجا واژه کلمه مولانا اصلا ارتباطی به این قضایا نداره. آقایان فقط به قول معروف میگن حفظت شیئا و نسیت اشیاء. بله. و به این شکل که بیاد نبی گرامی این قضایا را مطرح کنه نسبت به هیچ یک از صحابه مطرح نکرده، و اضافه اون عبارتی که اول میاره از مردم اعتراف میگیره الست اولا بالمؤمنین من انفسهم، یا تعابیر فقط من کنت مولا فعلی مولا نیست، من کنت ولیه فعلی ولی. اون تعابیرم آیین اهل تسنن قبول دارن، همه را دارن، همه را با سند صحیح آوردن. آقایان میتونن مراجعه کنن کتاب مستدرک الصحیحین جلد 3 صفحه 110 و همچنین کتاب البدایه و النهایه جلد 5 صفحه 229 مفصل این قضایا را آورده. بینندگان گرامی، حدیثی که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در شأن حضرت زید بن حارثه رضی الله تعالی عنه می‌فرماید انت اخونا و مولانا، و آقای قزوینی آن را جعلی می‌داند، این حدیث در صحیح بخاری جلد 3 صفحه 184 شماره حدیث 2699 و مسند احمد جلد 2 صفحه 249 شماره حدیث 931 و سنن نسائی جلد 7 صفحه 433 شماره حدیث 8402 و دیگر کتب حدیث ذکر شده است. و نیز مجلسی این حدیث را در بهارالانوار جلد 20 صفحه 373 و جلد 34 صفحه 307 و جلد 34 صفحه 328 و جلد 38 صفحه 307 و جلد 38 صفحه 328 و محمد طاهر قمی در کتاب الاربعین جلد 1 صفحه 481 آوردند. اگر این حدیث جعلی می بود، پس چرا مجلسی این را در کتاب معتمدتان ذکر می نماید؟ و آقای قزوینی به این اشاره می نماید که خطبه قدیر با الفاظ متعدد در کتب اهل سنت آمده است. ما می گوییم خطبه قدیر خم با وجود تعدد الفاظ آن، در آن جمله برجسته‌ای وجود دارد که در تمام روایات قدیریه ذکر شده و مخالف ندارد، و آن جمله معروف من کنت مولاه فهذا علی مولاه است. تا کنون مدعیان تشیع کوشش بسیار کردند ولی نتوانستند علی الرغم کوشش بسیار و زیر و زبر کردن کتب لغت و دواوین شعر و کتب ادبی و غیره معنای حاکم و سلطان و امام و جانشین و غیره را از آن استخراج کنند. حال اگر بدون توجه به لغت به زور کلمه مولا را به معنای خلیفه بگیریم، با این مشکل مواجهیم که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم خلیفه کسی نبودند تا بخواهند خلافت مذکور در مورد علی رضی الله تعالی عنه نیز پذیرفته شود. و اگر به فرض محال مولا را به معنای امام بگیریم، این موضوع با وجود پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم که علاوه بر نبوت مقام امامت نیز داشتند، با اعتقادات شیعه تصادم و منافات دارد، چون به عقیده ایشان بیعت به 2 امام در یک وقت نادرست است. و اگر برای خلاصی از این تعارض اصرار کنیم و بگوییم مقصود از این کلام امامت و خلافت بلافصل علی رضی الله تعالی عنه بعد از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم است، لزوما باید کلمه بعدی
یعنی پس از من نیز در کلام ذکر میشد. هرچند کسی ادعا نکرده که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم این کلمه را فرموده باشند. اما پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نه قیدی به کار بردند که از لفظ مولا فقط امامت فهمیده شود و نه قید بعدی را استعمال نمودند و این کار از هادی و معلم امت و پیامبر فصیح اسلام صلی الله علیه و آله و سلم بعید است. شکی نیست که اگر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم قصد تعیین امام علی را به خلافت می داشتند، به فصاحت تمام بیان می فرمودند و قطعاً از تفهیم منظور خود ناتوان نبودند.